انتخاب نام نیک برای فرزندان یکی از حقوق فرزندان بر پدر و مادر هست. نامی که فردا در جامعه سبب ننگ نشود و معنی بدی نداشته باشد و بهترین نامها آنگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و محبوب ترینشان نزد الله متعال عبدالله و عبدالرحمن هست. و بعد از آن نامه‌های پیامبران محمد صلی الله علیه و سلم و نامه‌های عشره مبشره اصحاب گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم: حذیفه، سفیان، عوف، انس، معاذ، مصعب، بدر، ثابت، نعمان، ثوبان، جابر، جبیر، جندب، حسان، سلیم، سهل، سوید، عاصم، عاید و نامه‌هایی از این